مربی ازبک عثمان توشف به سبب انجام مولات قراردادش ترک مقام سرمربی تیم ملی تاجیکستان کرد. در این باره روز 18 ایون فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد و گفت فدراسیون با عثمان قدرتوویچ برای کار پرثمر مشترک اظهار تشکر نموده به او در فعالیت مربیگی من بعد برای کامیابی آرزو میکند. عثمان توشف از سال 2018 سه سال رهبری تیم ملی یکچیر تاجیکستان را در دست داشت. تحت رهبری او تیم ملی تاجیکستان توانست بار اول در مرحله دوم قهرمانی جهان 2022 بازی کرده در گروه غ جای دوم را به دست بیاورد. تاجیکستان در این گروه تنها از ژاپنیا یکی از دسته‌های از همه قوی قاره آسیا عقب ماند و تنها یک خال کمی کرد که به مرحله بعدی رقابت‌ها برای راحت به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال قطر را بیابد. ظاهراً در مرحله دوم در ماندن و از گروه برآمدن نتوانستن تیم ملی باعث شد که قرارداد عثمان توشف دیگر تمدید نشد. در پیام خیربادیش برای پشتیبانی پیوسته طی 3 سال سرمربیگیش به فدراسیون فوتبال تاجیکستان، اعضای تیم ملی تاجیکستان و به مخلصان تاجیک اظهار سپاس کرده و گفت این مرحله فعالیت مربیگی من و زندگی من همیشه در قلب من باقی خواهد ماند. من همیشه با گرمی و خوشنودی تاجیکستان را به یاد می‌آورم. این خانه دوم من شده است. باوری دارم که منتخب تاجیکستان صاحب راحت به جام آسیا 2023 می‌گردد. من همیشه و صمیمانه به دسته منتخب تاجیکستان مخلصی خواهم کرد. عثمان توشف فوتبالباز سابق ازبک و حال مربی 55 سال دارد. او قبلا چند دسته ازبکستان از جمله بخارا، نصف، شورتن، اندیجان و تیم ملی فوتبالبازان تا 16 ساله ازبکستان را مشق داده. یک مدت سرمربی دسته طوفان قهرمان فوتبال افغانستان هم بود. سال 2018 عثمان توشف را به مقام سرمربی تیم ملی تاجیکستان دعوت کردند.